جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بچه های خوب و دوست داشتنی، خوبه؟ سلامتت؟ امیدوارم همیشه خوب باشید. اینجا رادیو مهر، صدای کودک می باشد. من شهنازه هستم. دوباره با یک دنیا قصه و افسانه به نزد شما آمدم. افسانه امروزه ما درباره اسراف می باشد. بود نبود در یک جنگلی سرسبز چند تا آهو با بچه هایشان زندگی می کردند. بچه های عزیز، هر وقت که یکی از آهوها برای بچه هایش غذا تهیه می کرد و می آورد بین آنها تقسیم می کرد. یکی از بچه هایش می گفت من بیشتر می خواهم. آهو می گفت عزیزم باید به اندازه‌ای که می توانی بخوری و برداری. اگر بیشتر برداری نیمه خور می شود و اسراف می شود. ولی آهو اصلاً به این حرفا گوش نمی کرد. یک روز که با برادرش دنبال رنگین کمان میگشت تا سر رنگین کمان را پیدا کند، یک سبدی میوه‌ای که شاید انسان‌ها آنجا گذاشته بودند را دید که روی زمین ریخته بود. طبق معمول از برادرش جلو زد و گفت کلانترین میوه مال من است و یک نوک کلان را با دهنش به سمت خود کشید و یک گاز گرفته سیر شد و آن را پرت کرد به طرف دیگر. بقیه میوه ها را هم برای مادرشان بردند. بچه های عزیز، مادری آهوها خانه‌اش را تازه می کرد. دید سنگ‌پشت ها یک پرستوی مریض را می برند. گفت صبر کنید، این پرستو دوست بچه های من است. چه اتفاقی افتاده است؟ سنگ‌پشت ها به او گفتند او بیمار است. دکتر سنگ‌پشت ها گفته است اگر ناک بخورد پرستو خوب خواهد شد. آهو گفت هر طوری که باشد برایش ناک پیدا میکنم. لطفاً او را به خانه من بیاورید. بچه های آهو آمدند. هوا تاریک شده بود. آهو سبد میوه را که دید گفت داخل سبد میوه ها ناک هم هست؟ گفتن نه. آهو گفت اگر پرستو ناک بخورد خوب می شده است. آهوی خردکک ناراحت به خواب رفته بود. در خوابش ناک نیمه خورده اش را دید که گریه می کند. با او گفت چرا گریه می کنی؟ ناک هم جواب داد تو مرا یک گاز گرفته انداختی زمین. حالا که می توانستم فایده ناک باشم. و بعد این شعر را به آهوی خردکک یاد داد. گلابی تمیزم همیشه روی میزم، اگر که خوردی مرا نصف نخور عزیزم. خدا گفت در قرآن همان خدای رحمان، اسراف نکن تو جانا در راه دین بیمانا. آهوی خردکک سحری بر وقت از خواب بیدار شد و با برادرانش به دنبال ناک رفت. گلابی نصف خورده‌اش را پیدا کردند. آن را در آب چشمه شستند و برای پرستو آوردند. وقتی پرستو ناک را خورد، نجات پیدا کرد و چشمانش را باز کرد. و از آهوی خردکک
تشکر کرد که جانش را نجات داده بود. از آن روز به بعد آهوی خردکک دیگر اسراف نمی‌کرد و فریاد نمی‌زد زیاد می‌خواهم، کلان می‌خواهم، این را می‌خواهم، اون را می‌خواهم. آهوی خردکک می‌داند که اسراف کردن هر چیزی بد است و خدا اسرافکاران را دوست نمی‌دارد. خدا در قرآن می‌فرماید کلوا واشربوا ولا تسرفوا. با همین بچه‌های عزیز قصه ما به آخر رسید. قصه ما به سر رسید، اسرافکار به بهشت نرسید. تا افسانه دیگر، خدا حافظ بچه‌های عزیز. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org